اینطوری هن. تو مسیر مجاهده تحمل سختی ها برای الله میدونن که ما برای الله داریم ویران میکنیم. بنشین بر دل ویرانه ام ای گنج مراد، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. بنشین بر دل ویرانه ام ای گنج مراد، ای گنج مراد، ای محبوبم، ای مطلوبم، بر این ویرانه دلم بشین، ویرانه دلم رو تو آباد کن که من این خانه به سودای تو ویران کردم. من این خانه رو به سودای تو ویران کردم، من شکستمش، من هر تمنا رو از این دل رخصت کردم، من تمام اون احساس درونم رو به پای محبت تو قربانی کردم. ببین مگر ابراهیمی که چاقو به حلقوم اسماعیل کشید چی از دست داد؟ چی از دست؟ از اون بالا فریاد آمد قد صدقت الرؤیا، ابراهیم خواب خودت رو راست کردی، ابراهیم برنده شدی. ابراهیم رو اسماعیل رو هم دست نداد و فدیناه بذبح عظیم. الله تعالی جلوتر قوچی آماده کرده بود و اگر یه امتحانی سر راه زندگیت میذاره هدیه‌ت رو جلوتر آماده کرده، هدیه پیششه، ولی تو باید صبر داشته باشی و نترسی تا این مرحله تمام بشه. یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، هدیه رو جلوتر من آماده کرده بودم، تمام، امتحانت رو برنده شدی. اونی که میخواستی فدا کنی، من نمیخواستم چاقو به حلقوم بچت بکشی، من میخواستم که چاقو به علایق دلت بکشی. من نمیخواستم بچه فدا کنی، من میخواستم دل فدا کنی و کردی. تمام. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوی منکم. الله از ما تقوای دل رو میخواست، او به الله میرسه. الله به دلها نگاه میکنه، به دل ابراهیم نمره داد. مگه ابراهیم وقتی جان به آتش نمرودی داد موی از بدنش سوخت؟ نه. جلوتر الله تعالی گفت یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، برای ابراهیم سرد و سلامت باش. الله قربانی میخواد، قربان نمیکنه. الله تعالی ذاتی قدردانه و کان الله شاکرا علیما. او اللهی که سگ رو کنار اهل مجاهده میبینه، سگ اصحاب کهف کنار اصحاب کهف یاد میکنه. او چقدر قدر داره، او چقدر قدر داره.